به نام اک، کتاب شریعت کیسوگمات، نوشته پال تویچل، جلد دوم، ترجمه زنده یاد هوشنگ اهرپور. به یاد هوشنگ عزیز که همیشه در دل ما زنده است. صحیفه باستانی اکنکار دانش کهن سفر روح است که برای نخستین بار در معرض استفاده عموم قرار می‌گیرد. این نوشتجات حکمت زرین که همواره در جهانهای معنوی پنهان بودند، اکنون برای نخستین بار به زبان بشر ترجمه و انتشار می‌یابند. این کتاب بخش دوم از صحیفه شریعت کیسوگمات است که توسط یوبل ساکابی، استاد عظیم‌الشأن اک، در معبد کار هیرا در شهر معنوی آگامدس واقع در کوههای هیمالیا به من دکته شده است. شریعت کیسوگمات شامل حکمت و علم الاسراری است که به طبقات گوناگون جهانهای معنوی تعلق دارد. این طبقات فراسوی ابعاد زمان و مکان قرار دارند. خواندن و آموختن این کتب که از والاترین الهامات درونی نشأت می‌گیرد، بینشی از تمامی مکتوبات مقدسه معابد حکمت زرین را به آدمی ارزانی می‌دارد. دقت کن. این طبقات فراسوی ابعاد زمان و مکان قرار دارند. خواندن و آموختن این کتب که از والاترین الهامات درونی نشأت می‌گیرد، بینشی از تمامی مکتوبات مقدسه معابد حکمت زرین را به آدمی ارزانی می‌دارد. جوهره دانش الهی در این نوشتجات تعبیه شده است. کسانی که از طریق اک پیروی می‌کنند، شریعت کیسوگمات را کتاب مقدس خود و منبع الهامی لایزال می‌دانند. تمامی جهانبینی‌های دنیا در خصوص ادیان، فلسفه‌ها و نوشتجات مقدسه مشتقاتی از شریعت کیسوگمات هستند. فصل اول، رویاگر جاودان اک، The Eternal Dreamer of Ek. آوردند که از بدو زمان اک تأثیر خود را در تاریخ جهان بر جای نهاده است. تأثیری بس کلان و عمیق، اما معدودی به غیر از اساتید اک و عدد کمی از چلاها این را درک می کنند. لیکن مادامی که چلا یک مهدیس واصل حلقه پنجم می شود، آغاز به درک اهمیت عالمگیر اکنکار در این جهان و سایر جهانهای سوگمات می نماید. غیر واصلین در این جهان بسیارند، اما آنان که وصل به حلقه پنجم را تجربه می کنند به زودی در می یابند که استقرار در دامان سوگمات حقیقتاً کیفیتی بی‌نظیر و نادر است. آن رویاگر الهی رویاهایش را توسط ماهانتا، استاد حق در قید حیات، به تمامی جهانهایش فرو می‌فرستد تا ارواح فردی را از خواب بیدار برانگیخته و بار دیگر به جستجوی قلمرو بهشتی وادار سازد. از سوی دیگر کلنیرنجان نیز جهت بی اثر نمودن رویاهای الهی، پندارهای توهم آلوده خود را از طریق مجاری منفی به پیش می‌فرستد و غالباً هم موفق است. Unfortunately رویاها در برگیرنده وضعیات عاطفی انسانی می باشند. رویاها در برگیرنده وضعیات عاطفی انسان می باشند. رویاها در برگیرنده وضعیات عاطفی انسان می باشند. او بیشتر در مرتبه عاطفی اک به سر می برد و ندرتاً در وضعیت خنثی و وایراک زندگی می کند.
اما استاد حق در قید حیات واقف است که وضعیت رویا نسبت به رویاهای حقیقی مهدی است از عیار واقعیت بیشتری برخوردار است. پانوشت: در موضوع درک ما با دو مقوله روبرو هستیم: واقعیت و حقیقت. واقعیت عبارت از محسوسات و به طور کلی زندگی مادی و روزمره ما که وارد رویاها شده و بیشترین تأثیر را بر آنها می‌گذارد. ولیکن محدیث‌ها به واسطه نداشتن گفتگوهای درونی، منظور همون صدای ذهنه، همواره در وضعیت خالص رویابینی یا همون حقیقت به سر میبرند. در اینجاست که رویا آموزی در یک معنا پیدا می‌کند. واقعیت reality، حقیقت truth. این مطلب به هیچ عنوان در مورد عواطف صحت ندارد. عواطف را ابداً سر و کاری با ذهن نیست. اکیس در وضعیت عاطفی ناگزیر است که در سطح احساساتش فعالیت نماید. این فقط جبر طبقه اسیری است و نه بیشتر. واصل اک می‌داند که حالت عاطفی چیزی است که رویاها به واسطه آن ماهیت حقیقی خود را در این جهان متجلی می‌سازند. روح همواره در حالت رویابینی به سر می‌برد، اما عواطف صرفاً هوشیاری در یکی از مراتب هستی میباشد. میتوان گفت که چنین دیدگاهی وضعیت ارتقا یافته ادراک اسیری میباشد. در این سطح آگاهی فرد تقریباً معنای حقیقی تمامی تجلیات و مشاهدات طبقه اسیری را میفهمد. نتیجه این که مبنای آگاهی اسیری عاطفه است، عاطفه‌ای که با احساس پیوند خورده است. احساسات دوقلوی وضعیت عاطفی همانا خوشایندی و ناخوشایندی می باشند که هر دو آگاهانه در انسان تجربه می شود، چرا که در تمامی امور یکی یا هر دوی آنها از دریچه احساس در طبقه اسیری به ظهور می رسند. احساس پایه درد است و زمانی ظاهر می شود که جریان اک در نقطه‌ای از کالبد در تماس با نیروی کل قرار می گیرد و متعاقباً در طبقه اسیری احساسات برانگیخته شده و به کالبد فیزیکی سرایت می کند و فرد را نسبت به آنچه که در هر نقطه از کالبدش رخ می دهد مطلع می سازند. عواطف سازنده ارتعاشاتی هستند که از طول موجی برابر با طول موج حواس برخوردارند. این سرعت‌های ارتعاشی بر حسب بار انرژی دریافتی خود از احساسات افزایش یا کاهش یافته و در طبیعت به صورت حرکت و یا استراحت نمودار می‌شود. چه بسا احساسات مبتنی بر استراحت و فراغت ذهن و دل به ضرر چلا تمام شود. چون این پاراگراف رو یکم گنگ خوندم. عواطف سازنده ارتعاشاتی هستند که از طول موجی برابر با طول موج حواس برخوردارند. این سرعت‌های ارتعاشی بر حسب بار انرژی دریافتی خود از احساسات افزایش یا کاهش یافته و در طبیعت به صورت حرکت و یا استراحت نمودار می‌شوند. چه بسا احساسات مبتنی بر استراحت و فراغت ذهن و دل به ضرر چلا تمام شود. چه بسا احساسات مبتنی بر استراحت و فراغت ذهن و دل به ضرر چلا تمام شود. زیرا فرمول مذکور بخشی از مسئولیت پذیری روح در قبال پذیرش یا رد تقدیر نهایی اوست که بایستی آن را به تنهایی بپیماید. کل تاریخ کیهان فیزیکی بر اساس وضعیت عاطفی بشر در آگاهی اسیری شکل گرفته است. فکر کن. بدین معنا که فرهنگ ملل پیرو ادیان اصولی با تکیه بر این معتقدات توانستند تا حد زیادی نظم و ثبات را در میان توده ها ایجاد کنند. به عنوان مثال با اعتقاد به این که بشر از بد و تولد گناهکار است و فقط به واسطه یک ناجی رهایی می‌یابد. با کندوکاو در مذاهب این سیاره مشخص می شود که هیچ یک از مذاهب و فرهنگ‌های صورت پرست می شود که هیچ یک از مذاهب و فرهنگ‌های صورت پرست را با کندوکاو در مذاهب این سیاره مشخص می شود که هیچ یک از مذاهب و فرهنگ‌های صورت پرست را یارای مقابله با این اصل اعتقادی نیست که بشر از بد و خلقت گناهکار است مگر آنکه منجی موعود را بپذیرد. ولی که این حکم بر اساس منطق نیروهای کل شکل گرفته است و آدمی پس از پی بردن به نادرستی این تئوری است که خود را در مردابی از انبوه مصائب خواهد یافت. منظور همینه که آدم نمیدونه دقیقاً باید به چی اعتقاد داشته باشه. رو به هر دین یا مذهبی میاره توی طول زندگیش، احساس میکنه یه جای کارش میلنگه و
این انگار برنامه‌ای از پیش تعیین شده از سوی کلنیرنجان یا همون چیزیه که خیلی یا شیطان مینابن تا نذاره شما مذهب اصلی که اک هست رو روزی که دریافت میکنی توی زندگیت باورش کنی. چرا؟ نمیتونی روزی که حقیقت رو میشنوی باور کنی؟ چون قبلش بارها و بارها دلتو پاک کردی، رفتی سمت و سوی یک خدایی، یک مسیری، یک مذهبی و خیلی زود دیدی مثل تموم آرزوها و خواسته های زمینی پوشالیه. پس روزی که حقیقت هم بهت بگم باور نمی کنی. مردابی که از کثرت عقاید تازه برای خود ساخته است. یکی از عوامل چنین کثرتی ارزیابی‌های مداومی است که انسان به موازات رشد ابعاد ذهنی از برای خویش می‌اندوزد. تئوری گناه ازلی انسان از قدیمی‌ترین دام‌هایی است که کلنیرنجان برای غافل نگه داشتن روح از رسالت حقیقی خود طراحی نموده است. دامی که الزاماً زمان و تناسخاتی بیشمار را در این جهان طلب می‌کند، ولی که انسان میبایستی با آن روبرو گردد تا تصفیه شده و با ورود به اقلیم بهشتی همکار سگمات شود.